امی ستونهای خانه را البته میشکنانه و فرزندانش گرم میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، به آختخانه ولایت غور هستیم. برادر را در کنار ما است که امی ستونهای خانه را البته میشکنانه و فرزندانش گرم میکنه. خوب هستین برادر عزیز؟ خوب هستیم. ما بسیار زمستانی سخت است. ما دیگه هیچی نداریم. چوبای سامیزیا را میشکنیم، آتش میکنیم. این طفلام از سرده جنخ. چند نفر هستین در خانه؟ ما سرپرست ناصر نفوس هستم که رهبریتش من انجام میدم. خب حالا مثال مشکلات شما را حل کنه. دیگه کدام کار و بار چیز مصرفیت ندارین که از پول بعد از نه هیچ مصرفیت کاروبار هیچ نیست. بیکار من هستیم. خب کلانترین تفلک چند ساله است؟ کلانترین 10 ساله بچه دارم. بچه کس بیاین بچه کایتان نه؟ بله اینا با شما است. خب بیاین میریم داخل، میریم وضعیت خانوادهتون چطور صحیح است؟ خب این فعلا مواد است البته دوستان، زارد، روغن، برنج، لوبیا و کامپل هم است، درست است؟ به اینها داده شده. داخل وضعیت خانه شما میریم. بفرمایید برین. خیر باشین. خب امی یک اتاق دارین؟ بله انم یک اتاق است دیگه، هیچ چی ما دیگه اتاق نداریم. خب و امی فقط هم ستونا رو میسوزانیم؟ ما ستونا رو میسونیم در منقل که مقصد شب روز شو این خورترکام از سرده جان خود دست ندید. خب اگر کس خدا نخواسته مریض شو از اینا چیکار میکنه؟ هیچ چیزی دیگه خدا خودش مگه نجات بده. هیچ چی نداریم که اینا اون خوردم یک برج میشه مریض، هیچ چی ندارم که من تا شفانو برامش که تو بیا خورترک بیا جان بیا کی از خودم خورترک مریض است. بیا این خب اینی مریض اینی که یک سالم نه تانی نو برجه. چند سرایال هستین گفتین؟ من 4 تا پسر دارم، 2 تا 3 تا دختر دارم. خود زن و 8 تا خودم ناصر، ما ناصر را برش به دست من. نو خدا مشکلتان حل کنه. خیلی سخت است. مواد که برتان داده شده ان شاء الله مشکلتان الله متعال با سزو کم بیش حل خواهد کرد و در ضمنش مبلغ پولی است. شما حساب کنین ببینین که چی مقدار است. بفرمایید حساب کنین. چهار 5 6 7 8 9000 است؟ بله. بسیار خوب. بخیر استفاده. دوستان عزیز این کار مشاهده میکنین. زیاد تشکر از شما که اینا میشه یک برج دو برج این طفلای ما بسیار با خوش بگذرانه، پرده ما بشه. از طرف شما زیاد تشکر. خواهش میکنم. بخیر شین. این کار مشاهده میکنین. ان شاء الله ما برنامه دیگه خدا ادامه بدیم به سایر ولایت عزیزان با مشکلات است. بخیر باشین.